مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 100 یکی از مؤسسه‌های فعال نمونه‌ای و پیشرفت جماعت امانده را به حساب می‌رود. در سالهای اخیر رهبریت، آموزگاران و جامعه پدر و مادران تمام کوشش را روانه نمودند که برای تحصیل و تربیت شرایط بهترین فراهم آورند. السلام علیکم. من دیرکتور مؤسسه جماعت دهات امانداره مؤسسه رقم 100 دهه غجغریب. مکتب ما 1976 فعالیت می نماید. امروز مؤسسه ما 363 نفر خوانندگان تحصیل می نماید. از جمله دختران 199 دختران تشکیل می کنند که به آنها 28 نفر آموزگاران درس می گوید که از آنها 13 نفرش زنان تشکیل می کنند. یعنی 13 نفر معلومات عالی و 14 نفر میانه آموزگاران درس می‌دهد. مؤسسه در دو بست فعالیت می‌نماید. مؤسسه پیوست در آزمون‌های شهر و ناحیه‌ها اشتراک می‌نماید. ما کوشش می‌نماییم که خوانندگان ما را به روحیت وطنداری، دوست داشتن وطن، تربیت کردن به کمال رسانیم. خوانندگان ما در آزمون‌های علمی فروغ معرفت تاجیکستان وطن عزیز من فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک می نمایند. مکتب دارای بینای منظم، صنفخانه‌های روشن و با تجهیزات‌های ضروری تعلیمی تعیین می باشد. در مؤسسه صنفخانه‌های فنی از جمله کابینت‌های شیمی، فیزیک، بیولوژی و تکنولوژی انفرماسیونی با راهنما و اسباب‌های لابراتوری مجهز شدند. من زاکرова زمرت آموزگاری فنی صنعت تصویری نقشه کشی می باشم و تشکیلاتچی اوید به کارهای تربیت در مکتب 100 می باشد. ما از آن منتداری خودمان را به پیشروی ملتمان می رسانیم که اوید غمخواری های خود برای ما آموزگاران و برداشتن معاش آموزگاران و مقام آموزگار بلند برداشته شده در جمعیت یک جای نمایان خود را دارد. از طرف سرور دولت آموزگارا همه وقت غمخواری ظاهر کرده می شود و اویدی و کارهای معارف و دستگیری جناب عالی ما را که در همه کارها دستگیری میکنند و مقام ما را بلند برداشته ایستاده. ما آموزگارا از این منتداری خودمان را میرسانیم. آموزگارم یک شخصی پرشرف، شخصیتی برومند است که از طرف حکومت دولت، از طرف جناب عالی اینها دستگیری کرده شده ایستاده. منتداری خودم را از تمام نام آموزگاران، اهل آموزگاران مکتب 100 میرسانم. همچنین کتابخانه مکتب فعال بوده خوانندگان را با کتاب‌های درسی و بدیهی تامین می‌کند. تهیه و استفاده کنج دانش، نمایش‌های علمی و فهرست الکترونی کار کتابخانه را باز هم ثمره‌ناک‌تر گردانیده است. من آریبا زهرا خواننده صنف دهم مؤسسه تحصیلات میانه رقم 100 از دهه غجغریب اشتراک کننده آزمون از فن زبان ادبیات. من از فن ادبیات در آزمون‌ها اشتراک کرده‌ام و درباره غزل و رباعیات شاعران و داستان‌هایی که ایجاد کردند درباره همه آنها یعنی همه این آبرزهای اساسی آنها را درباره رباعیات غزلیات آبرزهای اساسی آنها را در آزمون اشتراک کرده همه آنها را فکر خود را بیان کرده‌ام و در آن همه چیزهایی که از شاعران و از زبان ادبیات آموخته‌ام همه آنها را در آنجا بیان نموده‌ام. غزل و رباعیات زیادی از خود کرده‌ام. یکی از شاعران ابو عبدالله ردکی مادری می را بکرد باید قربان، بچه ای را گرفت و کرد به زندان، بچه ای را از گرفت نادانی، تاش نکب و نخستین نکشی جان، جز کی نباشد حلال در بکردن، بچه ای کوچک ز شیر مادر و پستان، تا نخورد شیر 7 ماه به تمامی، از سری اردو بهشت تا بنی آوان، آنگه شاید زیره دین راهی داد، بچه به زندان تنگ و مادر قربان، چون بسپارد به حبس بچه ای را 7 شبانه رزق خیره ماند و حیران، باز چون آید به هوش و حال ببیند، جوش برآرد بنالد از دل سزان، گه زبر زیر گردد از غم و گه باز، زیر زبر همچون ز اندوهی جوشان،
زر به آتشی کجا بخواهی پالود جوشد لیکن ز غم نجوشد چندان باز به کردار اشتوره که بدمست کف برآورد ز خشم و راند سلطان مردی هر از کفکایش پاک بگیرد تا بی شود تیرگیش و گردد رخشان آخر کارم نچخد نیست درش کند استوار مرد نگهبان چون بنشیند تمامی صافی گردد گونه ای یاقوت سرخ گیرد و مرجان چون از سرخ گیرد عقیق یمانی چند از لعل چندگینی بدخشان رشم بی گمان برکی گل سرخ بی بد اعداد مشک و اندربان هم بخم اندر همه گذرد چنین تا بگاهی نبهار و نیمه ای نیسان آنگه که نیمی شب درش بکشایی چشمه ای خورشید را ببینی تابان این غزلیه که از بزرگترین غزلیات استاد ویدکی بوده در این غزلیات را ایجاد کرده است در آن وقتی که شاعر و دیگر دولت ها سفر میکند در آن وقتی که این غزل را ایجاد میکند در این باره این غزل یعنی در دیگر دولت ها سفر کرده است و سفری خود را به اینجا می آورد و مردمان غریبه را که در آنجا دیده است و غریبی یک شعر ایجاد می کند در غریبی گشته رنگ زرد آورده ام رنگ زردم را به پیشی اهل درد آورده ام رنگ زردم را ببین و از خزانم یاد کن در سری قبرم نشین و یک دم فریاد کن غریبی که سخت است ای برادر غریبان را نکو دار و میازار سحر خستم دری خانه کشادم بدیدم یک جوان خفته بیمار سرش را بر سری زامن نهادم لبانش را ببوسیدم به دربار بگفتم ای جوان اصل از کجایی بگفتا اصل من از شهر بلغار اگر افتد گذرد به سیر بلغار مگوی از مردنم زنهار زنهار این غزل درباره غریبی یعنی شخصانی که در غریبی زندگی میکنند درباره آنها میباشد. من خواننده صنف ده آریپا و بی فاطمه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 100 دهه خواجه غریب می باشم. من اشتراک کننده آزمون در از فنهای زبان و ادبیات چندین بار به آزمون ها اشتراک کردم ولی چندین جای نگرفته باشم هم ناامید نمیشم و باز هم حرکت میکنم. از پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان سپاسگزارم و به ما جوانان شرایط های آورده اند که ما بخوانیم و از آن شرایط ها استفاده برده خوانیم و شخصی به آبرو و دانشمند شویم. من از در آزمون ها اشتراک کرده از زبان و ادبیات اشتراک کردم و بیشتر از فن ادبیات اشتراک کرده در آن درباره داستان هایی که شاعران ایجاد کردند و در آن غزل های آنها و اثرهای نوشته آنها به آنها نقل کردم. من رستم شادیانه خواننده صنف ده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 100 از دهه خواجه غریب می باشم که من در آزمون از فن اینفورماتیک اشتراک کرده ام. گرچه در آزمون جای را اشغال نکرده باشم هم میخواهم که در دیگر جایها از این آزمون ها اشتراک کرده نام مکتبمان را به بالا بردارم. من از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان منتدار هستم که به ما جوانان شاه جایزه های اولین را داده اند و به ما امکانیت های مشخص را فراهم آورده اند. وطن بر جلالت بشانت قسم به پاک و روح و روانت قسم به کوه و به دشت و به دمان تو چو مرغی بلند اشیانت قسم که جان و تنم را به پایت کنم همه هستیم را فدایت کنم وطن به نامت قسم ای وطن ای وطن. آموزگاران مؤسسه کادرهای صاحب تجربه و دارای مهارت میباشند. هر سال چندین آموزگاران در آزمون‌ها و کورس‌های بازآموزی شرکت کرده درجه تخصص خود را بلند می‌بردارند.